سلام و درود به شما دوستان عزیز و همراهان کانال پرورش نو. تا حالا شده به این فکر کنید که ای کاش کسی زودتر بهتون گفته بود که چطور میتونید زندگیتون رو بهتر کنید و با دید بازتری به زندگی نگاه کنید؟ من هم دقیقاً همین حس رو داشتم تا زمانی که با 12 قانون زندگی از زبون جردن پیترسون روبرو شدم که خیلی برام مفید بود. داخل این ویدیو این 12 قانون رو بررسی میکنیم و امیدوارم همونجور که برای من مفید بود برای شما هم مفید واقع بشه. این قوانین بسیار ساده ولی در عین حال فوق‌العاده قدرتمند هستند و به ما کمک می‌کنند تا زندگی شادتر، سالمتر و موفق‌تری داشته باشیم. پس با من همراه باشید. قانون اول: صاف بایستید و شانه‌های خودتون رو عقب نگه دارید. این قانون به ما یادآوری می‌کنه که پذیرش مسئولیت و نشان دادن اعتماد به نفس چقدر مهمه. وقتی با اعتماد به نفس صاف میستیم و به اصطلاح سینه سپر می‌کنیم، نه تنها به بقیه نشون میدیم که قوی و مطمئن هستیم، بلکه به خودمون هم این پیام رو میفرستیم که میتونیم با چالش‌های زندگی روبرو بشیم. وقتی خودتون رو بپذیرید، میتونید روی بهبود خودتون تمرکز کنید، بدون اینکه احساس کنید باید به استانداردهای غیرواقعی دیگران برسید. این به شما کمک میکنه تا زندگی شادتر و رضایت بخشتری داشته باشید. پس از همین الان روزی چند دقیقه وقت بذارید و به خودتون یادآوری کنید که شما ارزشمند هستید و خودتون رو با تمام وجود بپذیرید. بدن و ذهن عمیقاً به هم مرتبط هستند. بنابراین باید با استفاده از زبان بدن مناسب خودمون رو برای موفقیت آماده کنیم. به 2 دلیل باید از این قانون پیروی کنیم. 1. اعمال تسلط و اعتماد به نفس. 2. نشان دادن مسئولیت پذیری. تحقیقات نشون داده که فیزیک انسان، حتی یک حرکت کوچک ماهیچه، میتونه بر احساسات شما تأثیر بذاره. خوب دقت کنید. زمانی که حالت خمیده داریم، پذیرش مسئولیت اعمالمون سخته. ولی زمانی که محکم ایستادیم، نشان از اعتماد به نفس و تمایل به انجام اقدامات معنادار رو داریم. همیشه اعتماد به نفس بهترین لباسیه که میتونیم بپوشیم. قانون دوم: مانند کسی که مسئولیتش رو به عهده دارید با خودتون رفتار کنید. تا به حال به این فکر کردین که چگونه با خودتون رفتار میکنید؟ به خودتون احترام بذارید و بدونید که شایسته کمک هستید. شما به همون اندازه که برای خودتون مهم هستید، برای دیگران هم مهمید. شما از نظر اخلاقی موظف هستید که از خودتون مراقبت کنید. همچنین باید کمک رسان و خیرخواه خودتون باشید. با خودتون با همون روشی رفتار کنید که با کسی که دوستش دارید و براتون ارزشمنده رفتار میکنید. برای اینکه بتونید از خودتون در برابر سوء استفاده دیگران دفاع کنید و همینطور در هنگام کار و بازی در امنیت و رفاه باشید. وقتی از خودتون مراقبت میکنید، میتونید شروع به ایجاد معنا در زندگی خودتون کنید. قدرت دید و جهت خودتون رو دست کم نگیرید. شما میتونید موانع رو به مسیرهای باز و فرصتهای گسترده تبدیل کنید. خودتون رو تقویت کنید. از خودتون شروع کنید. مواظب خودتون باشید. درست همونطور که مواظب فرزندانتون هستید. تعریف کنید که چه کسی هستید و شخصیت خودتون رو اصلاح کنید. مقصد خودتون رو انتخاب کنید و وجود خودتون رو بیان کنید. یادتون باشه کسی که زندگیش دلیل و چرایی داره تقریباً میتونه هر چیزی رو تحمل کنه و به هر چیزی که بخواد برسه. اونم دلیلش اینه که هدفی برای خودش داره. قانون سوم: با افرادی دوست شوید که بهترین ها را برای شما میخوان. اینکه در کنار افراد باهوشی بایستید نیاز به قدرت و شجاعت داره. این قانون به اهمیت انتخاب دوستان و اطرافیانی اشاره داره که شما را به سمت بهتر شدن هدایت میکنن و در مواقع سختی از شما حمایت میکنن. دوستان خوب تأثیر خیلی مثبتی تو زندگی شما دارن و به شما کمک میکنن تا به اهداف و آرزوهاتون برسید. دوستان شما تأثیر قابل توجهی بر نحوه رفتار شما دارن. گفته‌ها و رفتارهای اونها اغلب میتونه بر روی شما تأثیر بذاره و از طرفی میتونه از طریق عادات سمی بر روی شما تأثیر منفی بذاره. پس سعی کنید اطراف خودتون رو با افراد خوب احاطه کنید. دوستان خودتون رو فراتر از ویژگی‌های سطحی مثل وضعیت اجتماعی و اقتصادی انتخاب کنید. ببینید چه کسی به شما در ایجاد تغییرات مثبت کمک میکنه. اینکه در کنار چنین افراد باهوشی بایستید نیاز به قدرت و شجاعت داره، چرا که ممکنه کمی احساس حقارت کنید. پس کمی فروتنی و شجاعت داشته باشید تا بتونید به رشد فردی برسید. قانون چهارم: خودتون رو با کسی که دیروز بودید مقایسه کنید، نه با کسی که امروز هستید. این قانون به اهمیت تمرکز بر پیشرفت شخصی
و مقایسه خودتون با گذشته خودتون اشاره داره، نه با دیگران. این رویکرد به شما کمک میکنه تا بهبودهای کوچک و مستمر در زندگی خودتون ایجاد کنید و از احساس ناامیدی و نارضایتی که ممکنه از مقایسه خودتون با دیگران ناشی بشه جلوگیری میکنه. وجود خودتون رو پیدا کنید. وقتی بالغ شدید یعنی موجودی منحصر به فرد هستید. از هنگام مقایسه خودتون با دیگران محتاط باشید. شما مشکلات و شرایط خاص خودتون رو دارید. این تصمیم شماست که چه چیزی رو رها کنید و چه چیزی رو دنبال کنید. همونطور که برای خودتون شغلی انتخاب میکنید و تصمیم میگیرید که چه مقدار از زمانتون رو برای کار کردن و چه مقدار رو به سایر بخش‌های زندگیتون اختصاص بدید. پس از مقایسه خودتون با بقیه پرهیز کنید. شما الان به میلیاردها نفر آنلاین متصل هستید. از طولی نمیکشه که مغز شما متوجه مقایسه شما با افراد دیگه بشه. وقتی در معرض افراد بسیار بهتری قرار میگیرید، تمایل بیشتری به از دست دادن امید دارید. در این صورت شما دست از اقدام برمی‌دارید و اجازه میدید زندگی شما به هرج و مرج فرو بره. برای جلوگیری از این اتفاق، کافیه که هر روز فقط خودتون رو با دیروز خودتون مقایسه کنید. تمرکزتون روی پیشرفت‌های کوچیکتون باشه، چون موفقیت حاصل همین قدم‌های کوچک و مداومه. قانون پنجم: اجازه ندهید فرزندانتون کاری انجام بدن که باعث بشه از اونها متنفر بشید. این جمله شاید خیلی سنگین باشه، ولی این قانون به اهمیت تربیت کودکان و ایجاد مرزهای مناسب اشاره داره. والدین باید به کودکان خود بیاموزند که رفتارهای مناسب و مسئولانه داشته باشند تا در آینده به افرادی موفق و محترم تبدیل بشن. این قانون به این نکته تاکید داره که والدین باید با محبت و در عین حال با قاطعیت رفتارهای ناپسند رو اصلاح کنند. باید طوری با فرزندان رفتار کنیم که اونها رو برای دنیای واقعی آماده کنیم. شما باید بهترین دوست برای فرزندانتون باشید. درک کردن نیازهای نسل‌های جدید کار خیلی سختیه، ولی باید تمام تلاشمون رو بکنیم. باید یادمون باشه که ما بزرگترین الگوی فرزندانمون هستیم. پس باید روی خودمون کار کنیم تا بتونیم فرزندان بهتری پرورش بدیم. باید فرزندانی تربیت کنیم که مشتاق به تغییر جهان باشن و کودکانی خلق کنیم که به دنبال بهبود خودشون هستن تا برای تغییر جهان آماده باشن. قانون ششم: قبل از انتقاد از دنیا، خونه خودتون رو مرتب کنید. این قانون به اهمیت پرداختن به مشکلات و نواقص خودمون قبل از انتقاد از دیگران یا شرایط بیرونی اشاره داره. اگر میخواید زندگی کاملی داشته باشید، اول از همه باید خودتون رو جمع جور کنید. قبل از اینکه از دنیا یا وضعیت خودتون شکایت کنید، باید از چیزهای کوچیک شروع کنید و شرایط خودتون رو در نظر بگیرید. آیا از فرصت‌هایی که بهتون ارائه شده استفاده کردید؟ آیا برای حرفه خود سخت کار می‌کنید و واقعاً هر کاری که لازمه برای به دست آوردن اهدافتون انجام میدید؟ آیا با خانواده و اطرافیانتون با عزت و احترام رفتار می‌کنید؟ آیا عادت‌هایی دارید که سلامتی و تندرستی شما را از بین میبره؟ کمی فروتنی داشته باشید. اگر نمیتونید صلح رو به خونه خودتون بیارید، پس برای اداره یک شهر مجهز نیستید. بذارید روحتون شما رو راهنمایی کنه. وقتی میدونید کاری رو انجام نشده رها کردید، برای اصلاح اون اقدام کنید. مسئولیت زندگی خودتون رو به عهده بگیرید. کمی در موردش فکر کنید. اون موقع دیگه به خودتون دروغ نمیگید که همه چیز خوبه و میتونید با کمی تمرکز مشکلات و نواقص خودتون رو برطرف کنید و شاهد رشد فردی خودتون باشید. قانون هفتم: به دنبال معنا باشید، نه لذت. این قانون به اهمیت جستجوی معنا و هدف در زندگی به جای دنبال کردن لذت‌های زودگذر اشاره داره. سعی کنید تا جایی که میتونید با دنبال کردن چیزی معنادار از زندگی لذت ببرید. دنبال کردن معنا به شما کمک میکنه تا فرد بهتر و شادتری باشید و در عین حال به شما کمک میکنه تا با رنج مقابله کنید. زندگی معنادار و هدفمند میتونه به رضایت و خوشبختی بلند مدت منجر بشه، در حالی که لذت‌های زودگذر معمولاً ناپایدار و گذرا هستند. قانون هشتم: حقیقت را بگویید یا حداقل دروغ نگویید. این قانون به اهمیت صداقت و راستگویی در زندگی اشاره داره. گفتن حقیقت حتی اگر دشوار هم باشه، به ایجاد اعتماد و روابط سالم کمک میکنه و از پیچیدگی‌ها و مشکلات ناشی از دروغگویی جلوگیری میکنه. در حقیقت، صداقت پایه‌ای برای زندگی معنادار و اخلاقیه. قانون نهم: فرض کنید شخصی که به او گوش میدهید چیزی میداند که شما نمیدانید.
این قانون به اهمیت گوش دادن فعال و یادگیری از دیگران اشاره داره. به جای قضاوت گوش کنید. هر فردی میتونه دیدگاه‌ها و دانش منحصر به فردی داشته باشه. همین مسئله میتونه به ما کمک کنه تا دیدگاه‌های خودمون رو گسترش بدیم و بهتر بفهمیم. با گوش دادن فعال و باز بودن به نظرات دیگران میتونیم به رشد و توسعه شخصی دست پیدا کنیم. چیزهایی که تا الان میدونیم کافی نیستن مگه اینکه زندگیمون کامل باشه. پس همواره باید بیشتر گوش بدیم و بیشتر یاد بگیریم. قانون دهم: واضح صحبت کنید و در گفتار خود دقیق باشید. این قانون به اهمیت بیان دقیق و روشن خواسته‌ها، نیازها و احساسات اشاره داره. وقتی مشکلی داریم، اغلب وسوسه میشیم که مشکلمون رو بپوشونیم یا امیدواریم که مشکل خود به خود برطرف بشه. معمولاً حفظ آرامش و اجتناب از اضطراب و غم و اندوهی که با مواجهه با مشکلاتمون همراهه آسان‌تره. یعنی تظاهر به عدم وجود مشکل آسان‌تر از اعتراف به وجود اون و پذیرششه. اما این راه حل موثری نیست. بنابراین هر زمان که برای رسیدن به چیزی برنامه‌ریزی می‌کنید، باید در اهداف خودتون دقیق و صریح باشید. اهداف نامشخص میتونن اقدامات نامشخصی ایجاد کنن. اگر ناراحتی مبهمی دارید، تا زمانی که اون رو به صراحت تعریف نکنید و شکل مشخصی به اون ندید، دائما در حال جنگیدن هستید. وقتی که مشکل رو دقیقاً شناسایی کردید، احتمالاً متوجه میشید که خیلی بیشتر از اون چه باید میترسیدید. حالا هدف مشخصی برای مقابله دارید و این امر به شما اجازه میده تا هرج و مرج رو کنترل کنید. از طرفی ارتباط واضح و صریح میتونه به جلوگیری از سوء تفاهم‌ها و ایجاد روابط سالم و مؤثر کمک کنه. در هر صورت با بیان واضح و صریح میتونیم به اهداف خودمون برسیم و ارتباط بهتری با دیگران برقرار کنیم. قانون 11: کودکان را در اسکیت سواری تنها بگذارید. این جمله یک مثاله. در حقیقت این قانون به اهمیت اجازه دادن به کودکان برای تجربه کردن و یادگیری از طریق آزمون و خطا اشاره داره. والدین نباید بیش از حد محافظه‌کار باشن و باید به کودکان اجازه بدن تا خودشون با چالش‌ها و خطرات کوچیک مواجه بشن. این تجربه‌ها به کودکان کمک میکنه تا اعتماد به نفس، استقلال و مهارت‌های حل مسئله رو توسعه بدن. برای مثال والدین اغلب فرزندان خودشون رو به انجام کارهای ایمن‌تری از اسکیت سواری یا صخره‌نوردی تشویق میکنن. دور کردن کودکان از این فعالیت‌ها به این معنیه که اونها برای رویارویی با خطرات دنیای بزرگسالی مبارزه خواهند کرد. پس باید به کودکان اجازه تجربه کردن و مواجهه با خطرات و آزمون و خطا داده بشه تا آمادگی لازم برای مواجهه با چالش‌های بزرگسالی رو داشته باشند. قانون 12: وقتی گربه‌ای را در خیابان می‌بینید، نوازشش کنید. این جمله مثال زیبایی است از توجه به لحظات کوچک و لذت بردن از اونها. در زندگی پرمشغله و پر استرس باید به لحظات کوچک و ساده‌ای که میتونن شادی و آرامش برمقام بیارن توجه کنیم. باید به عشق و زیبایی اطراف خودمون توجه بیشتری داشته باشیم. این ممکنه غروب خورشید، گل یا به سادگی تماشای یک گربه باشه. توجه روی این لحظات روی شرایط زندگیمون بسیار موثره. زندگی برای رنج کشیدن خیلی کوتاهه. در کل با قدردانی از همین لحظات کوچک میتونیم زندگی معنادارتر و رضایت بخشتری داشته باشیم. در مجموع با این 12 قانون و با پذیرش مسئولیت و نظم، اهمیت روابط سالم، تمرکز بر پیشرفت‌های شخصی، تربیت صحیح کودکان، جستجوی معنا و هدف، صداقت و راستگویی، گوش دادن فعال، ارتباط واضح و صریح و قدردانی از لحظات کوچک میتونیم زندگی معنادارتر و رضایت بخشتری داشته باشیم. امیدوارم که این مطالب براتون مفید واقع بشه. به امید جامعه‌ای آگاه و موفق.